واقعا کشور ما کشور آباد است، کشور آزاد است و در این کشور ما همین گونه محفل ها تشکیل میکنیم. البته زیرا که در این کشور بسیار هم زیبا صلح حکم فرماست و کشور ما را عالمیان همچون دولت امن برای سیاحان میخوانند. البته هم میدانند تجربه صلح آوری ملت ما از جانب جهانیان اعتراف شده است و این همه با زحمت های مرد بزرگ ملت، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است که ما واقعا سری بلند داریم و برای هر یک انسان که با پیشوای معظم ملت دیدار می‌بیند باعث افتخار است. من نیز 6 اپریل سال 2020 هنگام تهیه برنامه بزم شعر در ستایش گل لاله برای من مشرف شد که پیشوای معظم ملت تصادفاً به برنامه ما آیند که این برنامه تاریخی است و در یعنی که در تلویزیون های تاجیکستان بار اول رخ داده است و من از این افتخار میکنم و همیشه پاس میدارم. این سیاست و این مرد بزرگ پیشوای ملت رو البته احترام میکنیم و واقعا اگر ببینید من گمان میکنم اگر هم پیشوای معظم ملت نمی بودن ما در چه حال ها گرفتار بودیم و من میگم که اینجا یکی از بانوهای بسیار هم زیبا، بانوهای بسیار هم خوش صدا و خوش سما که یکی از ترانه های مرا تحت قصیده پیشوا بر رشته آهنگ کشیدن، گلبهار شاکرا و سرنده محبوب رو دعوت میکنیم تا که این ترانه را برای ما و شما زمزمه کنند. ما سروری نیک و با فضیلت داریم، پشت و پناه برای ملت داریم، شکرانه که در جهان سری ماست بلند، شکرانه که پیشوای ملت داریم. مرحمت. گلبهار شاکرا. میراثی عزیزی عالی سامان دارد، میراثی عزیزی عالی سامان دارد، این روزکی نام تاجیکستان دارد، نرم از جواب و گل دلها مردان بزرگی سخت پیمان دارد، مردان بزرگی سخت پیمان دارد. ای پشتیبان ملت، ای پیشوای ملت، با تو بلند باشد هر جا صدای ملت. گشتی دوای ملت، ای غمگسار ملت، ای پیشوای ملت، پیشوای ملت. همیشه